بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلی الله علیه و سلم. عزیزان گرامی، 69مین اسم از اسمای حسنا، 69مین اسم از اسمای پروردگار که ما در برنامه‌هایش به ترتیب خصوصیت و ویژگی‌هایش بیان داشتیم. امروز رسیدیم به اسم صفتی خدا که 69مین است به نام الصمد. الصمد یعنی بی نیاز از هر چیز. الله الصمد که میگه بی نیاز، محتاج هیچ چیز نیست. یک ویژگی، یک خصوصیت الله الصمد کسی ذکر بکنه می است که هنگام سحر، هنگام سحری، هنگام دم صبح سر به سجده بگذارد، این اسم را 115 مرتبه بخواند. الصمد 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 115 مرتبه بخواند. یک طریق. یا 125 مرتبه بخواند. ان شاء الله خدا نمتعال این انسان صادق و راست و مستقیم میگرداند. انسان از همین بیرایی ها، از همین کجروی های خود اکثری اوقات نرنج میبره. میگه چی کنم که مولوی صاحب، چی کنم برادر که من زیر راست شوم. هر کس میخواه استقامت ظاهری و باطنی را الله نصیبش کنه، صداقت ظاهری و باطنی نصیب کنه، هنگام سحر 115 الی 125 دفعه الله الصمد الصمد را بخونه. دویم خصوصیت الصمد، کسی که در حالت وضو با طهارت این اسم را بخواند، این هر چی که توان داره، 1 دفعه، 10 دفعه، 100 دفعه، 50 دفعه الصمد را بخواند، خدا متعال از مخلوق بی نیاز میگرداند. یعنی پروردگار محتاج بنده نمیگرداند، محتاج به بنده نمیگرداند، از بنده، از مخلوق بی نیازش میگرداند، غنی میگرداند. سوم خصوصیت، کسی اسم را 134 مرتبه بخواند. الصمد الصمد، خدا متعال بروی آثار بینیازی ظاهری را دور میکنه. اینه ظاهرا بینیاز نمیشه، در عالم مادیات بینیاز، چه ببخشید، در عالم ظاهر و مادیات نیازمند کسی الله نمیگردانه و هرگز گرسنه نخواهد گردید. سیری ظاهری و باطنی را الله برش نصیب میگردانه. چهارمینش، فضیلت چهارمین الصمد، کسی که اسم را به کثرت بخواند مشکلاتش آسان خواهد شد، مشکلات زندگیش آسان خواهد شد، خلاص شد. 70مین اسم از اسمای حسنا به نام القادر، یعنی صاحب قدرت، صاحب توانایی، صاحب دبدبه و عظمت. کسی که در هنگام وضو میکنه، 4 اندام میکنه، در وقت وضو کردن و شستن اندامش دیگه دعاها هم داره، مستحب طریق است. و امیرم القادر اگر کسی بخونه در وقت وضو کردن اسیر ستمگران نمیشه. این هیچ وقت مظلومانه در دست ظالم قرار نمیگیری و هیچ وقت مغلوب دشمن نمیشه. دشمن سر غلبه کردن نمیتونه وقتی که القادر را بخوانی در وقت شستن اندام در وضو. در دست ستمگرا اسیر نمیشی و مغلوب هیچ دشمن نمیشی، یعنی در مقابل هیچ دشمن شکست نمیخوری. همیشه دشمن را شکست میدی و خودت شکست نمیخوری. این یک خصوصیت القادر. دوم خصوصیت و فضیلت و ثواب و ثمره القادر، کسی که این اسم را برش اگر مشکل پیش آمد 41 مرتبه بخواند. مشکل در زندگیت پیش آمد، در کارهای امورات رسمی و غیر رسمی بندیش آمد، مثل بعض دوستان میگه به نقطه 90 رساندیم پس عکس شد. گفتی اما مردم قدیم گفت راست انداختم چپه شد. هر کسی که مشکل در زندگی، در امورات کاروباریش اگر پیش بیاید 41 مرتبه القادر را بخوانه، چی میشه؟ ان شاء الله کارهایش آسان خوب میشه. چند خصوصیت القادر شد؟ ای دو. سوم، کسی که نوشته بکنه القادر را و پیش خود نگه دارد،
اینم جیب خود بگذاره، در کیسه خود بگذاره، از هر گونه آفات و بلیات مأمون و محفوظ میمانه. این دو شد، سیوم شد. چهارم فضیلت القادر. القادر را اگر کسی میخوانده باشه، چهارمش بعد از خواندن 2 رکعت نماز، این 2 رکعت نماز بخوانه، بعد از اون القادر را 100 مرتبه بخوانه. 100 مرتبه بخوانه، خداوند دشمنش را رسوا و ذلیل میگردانه. این دشمن با تو آمده نبرد و جنگ است. اگر خواست دشمنت ذلیل و خوار شود، بعد از خواندن 2 رکعت نماز نفل، این مشراق دنبالش بخوانه، تهجد بخوانه، پشتش میره، یا نماز اوابین میخوانه خو نفل، از پشتش 100 مرتبه القادر 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 یا القادر بخوانید، دشمنت رسوا و ذلیل میشود. 71مین اسم از اسمای حسنای پروردگار المقتدر، یعنی ذاتی که بر هر چیز قدرت دارد، خدایی که بر هر چیز قدرت دارد. کسی که بعد از خوابیدن که خیز اسم را حد اقل 20 دفعه بخونه، خواب کردی در هر اوقات، چه شب چه روز، از خواب که بیدار شدی 20 مرتبه بخوان، انشالله بر همه کارهایش درست و آسان خواهد. چرا انسان که از خواب خیست یک کار میکنه، پشت یک کار میره، میشه که از خواب خیست پشت یک کار رفته، در کارت بندش پیدا میشه. از خواب بیدار شده بعداً 20 مرتبه المقتدر را بخوان، کارهایی که باز آغاز میکنه آسان سهل خوب پیش میره. دوم خصوصیت المقتدر، کسی که اسم را میخواند دشمنش مغلوب میگرده. هر کسی که اسم ذکر میکرده باشه همیشه دشمن در مقابلش ورشکست میشه. سوم خصوصیت، کسی که اسم را روزانه لااقل 20 مرتبه بخواند، رحمت خدا در تحت رحمت خدا قرار میگیره. یعنی هر کسی روزانه المقتدر را بخوانه، سبب ریزش و نزول رحمت الله قرار میگیره.